4 راهکار کلیدی برای اینکه اعتماد به نفس رو در نوجوان‌هامون افزایش بدیم. اولین راهکار اینه که در شرایط بحرانی به حرفشون خیلی خوب گوش بدیم و با سوالات هوشمندانه اونها رو راهنمایی و هدایت بکنیم تا خودشون به راه حل و تصمیم درست برسن. فقط مراقب باشیم تعداد سوالاتمون خیلی هم زیاد نشن. دومین راهکار اینه که واکنشمون متناسب با رشد شناختیشون باشه. نه خیلی کودکانه رفتار بکنیم و نه خیلی هم انتظار داشته باشیم مثل یک فرد بالغ و پخته و با تجربه با ما رفتار بکنن. و اما سومین راهکار اینه که تا جایی که اتفاق جبران ناپذیری نیفته اجازه بدیم تجربه های ناموفق داشته باشن. اما چهارمین راهکار که خیلی هم مهمه اینه که حتما اونها رو عضو کلوب 4Hشون کنیم.